خبری نیست دریغ. اومد و رفتنی ما رو از سر نیست دریغ. ما بی رفتیم و کسی رو خبری نیست دریغ. اومد و رفتنی ما رو از سر نیست دریغ. ما کی به غلغوله و دغدغه کردیم سفر. ما کی به غلغوله و دغدغه کردیم سفر. دور پیندار که این جا سفری نیست دریغ. دور پیندار که این جا سفری نیست دریغ. باغبان غافیل و باغی تو به تاراج رسی. باغها گشت خزان و ثمره نیست دریغ. باغبان غافیل و باغی تو به تاراج رسی. باغها گشت خزان و ثمره نیست دریغ. سیل مرغان همدم سوز و همه پرسوزند. سیل مرغان همدم سوز و همه پرسوزند. پری پروازی نداریم و پری نیست دریغ. پری پرواز نداریم و پری نیست دریغ. بانگی بیداری زدیم از دیلی صد پاره چو برق. گوشها قفل زی کوران نظره نیست دریغ. بانگی بیداری زدیم از دیلی صد پاره چو برق. گوشها قفل زی کوران نظره نیست دریغ. صد دریغا کی دروغ آمد رفتیم دروغ. صد دریغا کی دروغ آمد رفتیم دروغ. ما ایلوجی چی ایلوجی دیگره نیست دریغ. ما ایلوجی چی ایلوجی دیگره نیست دریغ. ما بی رفتیم و کسی را خبری نیست دریغ. آمد و رفتن ما را اثر نیست دریغ. آمد و رفتن ما را اثر نیست دریغ. شاعر اندر سینه ملت چو دل، ملتی به شاعر انبار گیل. درود به شما تماشابینان عزیز، مخلصان برنامه شام غزل. باز این شام دلافروز با یک برنامه دیگر، با یک فضای سبز و معطر مهمان خاندان شما هستیم. این نوبت هم غزل سرایی میکنیم، شعر میخوانیم، از شعر میگوییم، از شاعر میگوییم.
و از سخن میگوییم، از کلامی مقفا، از کلامی مجزا، از کلامی زیبا و از کلامی دلرس. و امروز در این برنامه بسیار زیبای ما یک گروه موسیقاران با سروری بزرگوار دینایف از ولایت ختلان از شهر باختر تشریف دارند که من ایشان را صمیمانه به برنامه شادباش میگویم. و واقعا بزرگوار عزیز در انسمبل شش مقامی مقامات اجراییه شهر باختر ایفای وظیفه میکنند، اونجا سرایندگی میکنند، انیخترش آوازخوانی میکنند. بار دیگر خوش آمدید. واقعا ملتی ما تاریخ دور و دراز، تاریخ پرپیچ و تابی را از سر گذرانیده است و در زندگی مردم ما در تمام دور و زمانها نقش شاعران خیلی برجسته بوده است. شاعران ما نه تنها سخن سرایی کردند، بلکه آنها اهل علم و معرفت، اهل خرد، اهل حکمت، اهل دانش بودند. کسانی بودند که مردم ما را به سوی شکفتنها و به سوی رستنها و به سوی خودشناسی و به سوی کمال انسانی هدایت کردند. و امروز ما از همین گونه یک شاعر صحبت میکنیم که در زمان ما زیسته است، همراه ما زمان نفس کشیده است، شعر گفته است، زندگی آزاده داشته است. این شاعر عثمان شریف زاده است، شاعری که با روح سرکش، با سخن والا از خودش درک داده است، شاعری که تمام زندگیش را به سخن، به کلام بخشیده است. و وقتی ما با آثار این مرد شریف، این انسان نجیب آشنا می شویم، ما شاعر را از نزدیک می شناسیم. در پیش من دو کتاب شادروان عثمان شریف زاده است، یکی روح زندانی و یکی روح سرکش نام دارد. روح سرکش و روح زندانی. من که شخصاً شادروان استاد عثمان شریف زاده را می شناختم، چون کتابهایشان که روح زندانی و روح سرکش نام دارد، واقعاً همین سرکشی ها، همین روح اسیانگر داشتن، در خود نغنجیدن ها، این صفت های بودند که این شاعر دارا بود و در اشعارش نیز همین صفت ها، همین خاصیت ها ذکر می شود. و چون شاعر یک کسی هنرمند است، شعر یک کار هنری هست، اما ادبیات ما ادبیات اخلاقی هم هست، ادبیات معرفتی هم هست. شاعران ما انسان‌های با معرفت، انسان‌های دانشمند، انسان‌های حکیم، انسان‌هایی هستند که کان معرفت هستند. بنابر همین دانش، همین فهمیش، همین بینش آنها به شعر آنها تأثیر کرده است. و وقتی که ما اشعار شادروان عثمان شریف زاده را میخوانیم، میبینیم که در پیش ما یک شاعر معرفتگرا، یک شاعر خردمند نمودار می شود. یک شاعری که روح سرکش دارد، یک شاعری که شعرش سراپا فریاد است، سراپا درد است، سراپا عصیان است. و این درد و این فریاد و این در خود نغنجیدن های شاعر سبب های هم دارد.
انتهای عمر شاعر به سالهای 90، به اون دوران پرآشوب، به اون دوران بسیار هم ظلمانی، به اون دوران تاریک راست آمده است. یک زمانی که شاید تا اندازه انسان قیمت خودش را، قرب خودش را گم کرده بود. اون زمانی بود که سخن از منبر افتیده بود. اون دورانی بود که سلاح مقام داشت، سلاح صحبت میکرد، جایگاه سلاح بلند بود. همین دردهایی هست که از وجود این شاعر نازنین گذشته است و در شعرهایش زمزمه شده است و در شعرهایش درج یافته است و فریاد دل شاعر را به آسمان ها برداشته است. شاعر نه تنها یک کسی عاشق است، عثمان شریف زاده نه تنها یک کسی عاشق است که از عشق سخن میگوید و شعرهای عاشقانه هم که خیلی زیاد دارد، بلکه همین شاعری دانشمند و معرفتگراست. به نظر عثمان شریف زاده انسان 4 زندان را زندگی می کند، 4 زندان را تجربه می کند. زندان اول می گوید این بطن مادر است. زندان دوم وقتی که از زندان، از بطن مادر به دنیا آمد، این می گوید زندان زندگی هست. و در زندان زندگی ما در زندان بدن خود زندگی میکنیم میگوید. یعنی 3 زندان شد. و زندان نهایت میگوید زندان ابدیت است و این زندان ابدیت به ما پس از آنه که ترک این عالم میکنیم نصیب میگردد. ببینید، اما این زندان ها چه زندانی هست؟ زندان بطن مادر، زندان محبت، زندان عشق، زندان غمخواری ها، زندانی که انسان در آنجا بسیار راحت است، اما وقتی به دنیا می بیاید به زندان دنیا می افتد و این دنیا هزار رنگ جلوه می کند. این دنیا دنیای شادی هاست، دنیای درد هاست، دنیای خنده هاست، دنیای گریه هاست، دنیای زرد است، دنیای سپید است، دنیای سیاه است، دنیای سبز است. و همین چیز را شاعر در زندان دنیا خلاصه می کند. و در زندان بدن که شاعر حضور دارد، این زندانی هست که ما همه غمها و دردهای زندگی را تجربه میکنیم، شادیهای زندگی را تجربه میکنیم و این بدن را چون وسیله برای رسیدن به کمال استفاده میبریم. اما زندان ابدیت، این زندان نهایت، این زندانی که میگوید ما در نهایت به آن میرسیم، خوش به حال کسانی که اگر در راه خودشناسی قدم برداشتند، رنجهای این دنیا را، شادیهای این دنیا را تحمل کردند و به ابدیت پیوستند. و همین گفته های شاعر، من مضمون شعر شاعر را، مضمون شاید یک بیتی شعر شاعر را برای شما گفتم. میگوید که دست و پاچک بیزنان، گریه کنان، مشت کشان، گوی آزاد شد از خون و خلف جان گوید، روشنی آمدگر زندگی زندانی دیگر، هم به زندانی خود و زندگی زندان گوید، باز زندانی ابد مرگ رود بیچاره، 4 زندان بیند و چاره نه از آن گوید. یعنی شاعر از راه معرفت، از راه خرد، از راه شناخت شخص انسان، این دنیا و واقعیت زندگی ما کار میگیرد و در نظر ما او چون یک انسانی
حکیم و دانشمند به جلوه می آید. و دوام صحبتمان را بعد از یک ترانه زیبای شما، یک غزل زیبایی که شاید از شاعر می سرایید ادامه خواهیم داد. دیلم در زندگانی غم گرفته، کی چون دیوارینم کشنم گرفته. دیلم در زندگانی غم گرفته، کی چون دیوارینم کشنم گرفته. دلی تنها دلی غم کش دلی من، دلی تنها دلی غم کش دلی من. غمانی عالم را غم گرفته، غمانی عالم را غم گرفته. دلی من، دلی من، غمانی عالم را غم گرفته. دلی من، دلی من، دیلم در زندگانی غم گرفته. درونی سینه دل از حوضی پرخون، دلی پرخون مگر عالم گرفته. درونی سینه دل از حوضی پرخون، دلی پرخون مگر عالم گرفته. دلی به کس دلی غم پروری زار، دلی به کس دلی غم پروری زار. چیسان غم را به خود همدم گرفته، چیسان غم را به خود همدم گرفته. دلی من، دلی من، چیسان غم را به خود همدم گرفته. دلی من، دلی من، دیلم در زندگانی غم گرفته. جراحت های دل بگذشت از حد، مگر از غم به خود مرهم گرفته. جراحت های دل بگذشت از حد، مگر از غم به خود مرهم گرفته. درون چون باغها گل کرد از غم، درون چون باغها گل کرد از غم. دلی از غم باده ها محکم گرفته، دلم در زندگانی غم گرفته. دلی من، دلی من، دلم در زندگانی غم گرفته. دلی من،
اشنم گریفته کی چون دیوارینم اشنم گریفته. خب تشکر، واقعا خیلی راحت کردیم. من از پروانه بهر سوختن ارشاد میخواهم، نواموزم به علم عاشقی استاد میخواهم. و از همین شعر هم پیداست که شاعر دلی سوزانه دارد، دلی پرشوره دارد و این دنیا خودش دنیای عجیب است. به قول استاد بازار صابر، زندگانی است مثل کوهستان، هر خمش صد خم دیگر دارد، در پس عقبه های مشکلگرد عقبه های بلندتر دارد. و استاد عثمان شریف زاده هم از همین عقبه ها، از همین پیچ و تاب ها سخن میگوید، شعر می نویسد. و خدای شریفوف در کتابشون پیشگفتار می نویسند و در همونجا تاکید میکنن که عثمان شریف زاده سبک بیانش به مولانا جلال الدین بلخی نزدیکی دارد. البته جلال الدین بلخی یک آفتابی هست که در دنیای شعر و عرفان و باورهای ما می درخشد و شریف زاده هم خیلی کوشش کرده است که از اون دنیای روح، از اون دنیای پر از نور عرفان، از اون زندگی باطنی انسان برای ما در اشعارش پیغام بیارد. همون طوری که درباره 4 زندان صحبت کردیم. این زندان هایی که گفتیم در تصویر شاعر شریف زاده است. وی هستی خودش را، هستی دیگران را همین گونه تصور می کند و همین گونه ایجاد می کند. و زندگی در این زندان ها در ادامه شعرهای او دیگر تجلی می یابد. زندگی با همه خوبی هایش، با همه درد و رنج هایش دیگر به نمایش گذاشته می شود. انسان در محور شعر شاعر قرار می گیرد و انسان از انسان سخن می گوید، شاعر از انسان سخن می گوید. او پیش از همه از خودش می گوید، از دل خودش می گوید، از درد و سوز جان خودش می گوید و در این برابر درد جامعه را می گوید و از خوی و خصلت و خاراکتر انسان ها صحبت می کند. فریاد دل شاعر خیلی بلند است. به این بیت توجه کنید. میگوید سگ اگر برده نان خورد ورا در پاس است، تا دم مرگ سگ خود سگ انسان گوید. اگر سگ از در خانه نان خورد، اون نان را پاس می دارد، اون نمک را پاس می دارد. سگی را که در خاندان تربیت کردید، اون سگ وفادار می ماند. اون سگ هیچگاه خیانت نمی کند و همیشه محبت صاحبش را پاس می دارد. یعنی تا دم مرگ می گوید شاعر، سگ به انسان وفادار می ماند. پاس نان و نمک می شناسد. اما صد دریغ که انسان‌های هستند که نمک ناشناسند و انسان اصلا هر قدر در تصویر شریف زاده ناآگاه باشد،
به کمال نرسیده باشد، در او خصلت‌های منفی می تواند به راحتی ظهور کند. می تواند به راحتی نسبت یک کسی دیگر بی احترامی کند. می تواند نسبت یک کسی دیگر خیانت حتی کند. و همه این صفت‌های ناخوبی بعضی انسان‌هایی که در جمعیت ما خیلی کم هستند، این از کمال نیافتن، از به خود نیندیشیدن آغاز می شود. تا مرد سخن نگفته باشد، ای بو هنرش نهفته باشد. بنابر همین انسان معاصر، انسان زمان ما در شعر شریف زاده در جایگاه اساسی می ایستد. انسانی که میگه صاحب دل و عقل است. عقل پیغامی از جهان دیگر می آورد و دل پیغامی از جهان دیگر می آورد. میگه وای بر حال کسانی که اگر دل و عقلشان با هم سازگار نیست و دل و عقلشان در همدیگر به همدیگر در حالت جنگ قرار دارند، همدیگر را نمی شناسند. از مساف دل او تا به مساف عقلش کم بود فاصله، یا دور که آسان گوید. همه ما صاحب عقل هستیم، همه ما صاحب دل هستیم، اما باید این گونه نباشد که دلمان و عقلمان در تضاد باشد. این گونه هم نباشد که دلمان جدا باشد، عقلمان جدا باشد، اینها از همدیگر دور باشند و همدیگر را نشناسند. ببینید، شاعر همان گونه که مثلا مولای روم به ما پند میداد، شیخ عطار فرض کردیم به ما پند میداد، حکیم سنایی یا عبدالرحمن جامی، این عارفان بزرگ ما، این شاعران عزیز و نازنین ما که به ما خودمان را چون در آینه نشان میدادند، شریف زاده نیز به قدر توان خود، به قدر قدرت شاعری خود از همین باب همراه ما صحبت میکند، ما را هدایت میکند و شعر او مثل آینه است که در اون آینه ما میتوانیم به راحتی سیمای خود را ببینیم. اما چگونه باید در آینه سیمای خود را ببینیم؟ پس از یک غزل زیبای دیگری که از عثمان شریف زاده شما می سرایید. ای شاخه‌ای ببریده سرسبز و ترت بینم، ای نخلی تبردیده در نبض و برت بینم. ای شاخه‌ای ببریده سرسبز و ترت بینم، ای نخلی تبردیده در نبض و برت بینم. ای نوخطی نورسته زیبایی کمر بسته، ای نوخطی نورسته زیبایی کمر بسته، نو خواسته ای خسته زرین کمرت بینم، نو خواسته ای خسته زرین کمرت بینم. ای شاخه‌ای ببریده سرسبز و ترت بینم، ای نخلی تبردیده در نبض و برت بینم.
صداق و علم دیدم، آزار و ستم دیدم، شرمیده و رنجیده خوشبال و پرد بینم، شرمیده و رنجیده خوشبال و پرد بینم. هر سال زی خاک اکنون آدم گیه روید، ای خاکی بخون غرقه من تشنه ترد بینم. هر سال زی خاک اکنون آدم گیه روید، ای خاکی بخون غرقه من تشنه ترد بینم. ای جوی بخون جاری، ای دستی کی مهاری، و پای کی در سنگت بادام و سرت بینم، و پای کی در سنگت بادام و سرت بینم. ای نوگولی غم دیده، ای جان و دل و دیده، ای یاری علم دیده من تاجی سرت بینم. ای نوگولی غم دیده، ای جان و دل و دیده، ای یاری علم دیده من تاجی سرت بینم. ای شاخه‌ای ببریده سرسبز و ترت بینم، ای نخلی تبردیده در تاب و تبت بینم، ای نخلی تبردیده در نبض و برت بینم، ای نخلی تبردیده در نبض و برت بینم. واقعا آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است در بارگاه جان. همین پرده که برداشته شد، پرده زبان، رازها افشا می شود و شاعر است که مثل عثمان شریف زاده همین پرده را می بردارد و دیگر مشاهده می کنیم اون دنیایی که برای ما معرفی کردن می خواهد. و در همین شعری هم که شما خواندید، درد شاعر، ارمان شاعر، خواهش شاعر، فریاد دل شاعر آشکار می شود. شاعر تمنا می کند که اون نهالکی که اکنون قامت کشیدن دارد، اون شاخ و برگ برآرد، بزرگ شود، قامت تمنا شود، زیبا شود، پر از بهار شود، بار آرد، میوه آرد، تناور شود. شاید تاجیکستانی عزیز ما را میگوید، تاجیکستانی که تازه استقلال به دست آورده بود در زمان زندگی شاعر، تاجیکستانی که مثل نهال بود، دستی تبرزن زیاد بود، اما هوشدار شاعر و تمنای شاعر این است که این نهال شاخ و برگ برآرد و بزرگ شود و اون درخت هم که تبر خورده است بگذار نبضش از کار نماند، بگذار اون از دیگر بر بیارد، یعنی سبز شود، در همون بیت اولی که شما سرودید. و یعنی تقدیر انسان از انسان میگوید، این نهال هم شاید انسان، این درخت هم انسان است، انسانی که
یک جهان عشق دارد، یک جهان امید دارد. اصلا زندگی زیباست، اصلا زندگی شیرین است، اصلا زندگی نورانی است. زندگی هیچ بدی ندارد. این ما هستیم که نیک و بد زندگی را می سازیم. این ما هستیم که این نهال را تربیت میکنیم و به وای میرسانیم. این ما هستیم که میتوانیم به این نهال تیشه زنیم یا تبر زنیم. و ببینید ارمان شاعر را که در نهایت تمنا میکند که این زندگی سبز و خرم و زیبا باشد. اگر روح زندانی او در زندان دنیاست، اما این به این معنی نیست که این زندان ظلمانه هست. این زندان اون زندانی نیست که ما تصور میکنیم. این محدوده هست که در آن ما زندگی میکنیم. این محدوده هست که ما میتوانیم به این محدوده نور ببخشیم، عشق ببخشیم. فرض کنید که حدود تاجیکستان عزیز، ما در این سرزمین، در این وطن زیبا زندگی میکنیم. ما میتوانیم به این وطن آبادی و آسایش و نور بیاریم و سعادت بیاریم و عشق بیاریم. ما میتوانیم این وطن را بسازیم. ما میتوانیم که این وطن را خراب کنیم. انا ما کی هستیم؟ انا شاعر چه میخواهد و از کجا برای ما و شما پیغام میبیارد؟ انا قدرت سخن چی هست؟ نیروی سخن چی هست؟ نیروی سخن در دلهای ما غلغله می اندازد، جانهای ما را به جنبش می آورد، به ما نیرو می بخشد، انرژی می دهد به ما. سخن خودش نیرو هست، خودش قدرت هست و از همین قدرت و همین نیرو شاعر این گونه استفاده می برد. شاعر سرکش، شاعر با وجودی با دل شوریده، با هستی پر از درد و فریاد. درد او درد ماست، درد وطن ماست، درد عشق ماست، درد لبخند ماست و سخن او سخن دل ماست. چقدر خواهیم از عثمان شریف زاده صحبت میکنیم، اما فرصت خیلی تنگ است و وقت به ما اجازت نمیدهد. اما این برنامه آخرین نیست. حتما ما باز برمیگردیم و درباره اشعار این شاعر نازنین صحبت میکنیم. پیش از آنه که شما یک ترانه دیگر بخوانید، از اشعار این شاعر شهیر من و شما تماشابینان عزیز رو می آورم. ببینید در پهلوی ما چقدر انسان ها زندگی می کنند. ما اکثر وقت نمی دانیم که در پهلویمان کی زندگی می کند و کی زیسته است. انسان های عاشق، انسان های با دل بزرگ، با روح توانا، انسان های صاحب خرد و حکمت والا. اشعار عثمان شریف زاده را پیدا کنید، مطالعه کنید. حتما از آن بهره های خواهید برداشت و از دنیای شعر او روشنی بدیلتان خواهد آمد. با همین امید و با همین باور تا برنامه دیگر، روز و روزگارتان خوش.
از جوی قلم علم کشیدم ای دل، از جوی علم قلم کشیدم ای دل، از جوی علم قلم کشیدم ای دل. در خونی قلم جوی قلم خونی دل است، از جوی دلم علم کشیدم ای دل، از جوی دلم علم کشیدم ای دل. در خونی قلم جوی قلم خونی دل است، از جوی دلم علم کشیدم ای دل، از جوی دلم علم کشیدم ای دل. میجگان چو به هم زدم جهانم گم است، صد بار زیغم به هم کشیدم ای دل. میجگان چو به هم زدم جوانم گم است، صد بار زیغم به هم کشیدم ای دل. در قامتی سبزی من شکست آمده وای، از قامتی باغبان چی دیدم ای دل، از قامتی باغبان چی دیدم ای دل. در قامتی سبزی من شکست آمده وای، از قامتی باغبان چی دیدم ای دل، از قامتی باغبان چی دیدم ای دل. چون پیر شدم بهار عمرم بگذشت، یک گل زی هزار گل نچیدم ای دل. چون پیر شدم جوانی عمرم بگذشت، یک گل زی هزار گل نچیدم ای دل. من در غم تو خزانی بیهوده شدم، یک قطره اشکی تو ندیدم ای دل، یک قطره اشکی تو ندیدم ای دل. من در غم تو هلاکی بیهوده شدم، یک قطره اشکی تو ندیدم ای دل، یک قطره اشکی تو ندیدم ای دل. از جوی قلم علم کشیدم ای دل، از جوی علم قلم کشیدم ای دل، از جوی قلم علم کشیدم ای دل. در خونی قلم جوی قلم خونی دل است، از جوی دلم علم کشیدم ای دل، از جوی دلم علم کشیدم ای دل، از جوی دلم علم کشیدم ای دل، از جوی دلم علم کشیدم ای دل.